من اومدم بهتون بگم که باز دوباره اسکیم لود نشد. حالا من اومدم بهتون بگم که چطوری این سرور رو پیدا کنیم واسه بدوارد، که هم میتونیم آنلاین بازی کنیم و هم میتونیم با ربات بازی کنیم. بله، و من الان دیگه اومدم بهتون بگم، ولی یه نکته که این سرور نی راستشو بخوایم، و آره دیگه این سرور نی و اون یک ماد میگفتن یا مود، حالا فکر کنم مود بهش میگفتن، یه موده که اینجا زمینه مختلفشه. مثلا من زمینه شنیه اینه و من این رفته بودم، من کیکر رفته بودم. اگه پیداش کنم، کیکر خیلی خوشگل بود. البته اگه فکر کنم این و فکر کنم اینو برداشتم یا اینو برداشته بودم، نمیدونم حالا. ولی من الان چون پاتریک جان گفت که لطفاً بگو چطوری این سرور رو پیدا کردی و این چیزا، منم الان بهتون گفتم دیگه. بله، و اگه میخواستین تو اون ماینکرافت جدیدم تو اون همچین چیزیه، یعنی مثلا اینجوریه تغییر کرده، یعنی تغییر کرده، مثلا اینه اینجوری بهتون بگم. هم این چیزه، حالا اینو هم بهتون میگم این واسه چیه. همین دوربینه که اون چشه بالا چشه رو میبینین، اون بهتون میگم. و اینجا هم مثلا لاکی بلاک خودتون دیدین دیگه اون موقع، یا مثلا این رد و برق میاد یا نمیاد. بعد اینم مثلا این روزه، حالا شبش هم خیلی قشنگه، ببینید خودتون تست کنید. مثلا شمشیر خودتون میتونین بسازیم و این چیزا. اینم دویدن سریع و پلشه دیگه. بله، و اگه باز دوباره درخواست کردین و نمیدونستین چطوری آنلاین بازی کنین، بهتون میگم. و خودتون کلا میخواستین بازی کنین، این ایزیه، این هارده و اینم هم چیز دیگه معمولیه. حالا ببخشید من انگلیسی و این چیزا بلد نیستم، چون بالاخره الان من یه بچه‌م دیگه یه بچه کلاس 4م، البته دارم میرم تو 5م، ولی خب هستم. و دیگه اسم کنم الان دارم کل شناسنامه الان تو این ویدیو میگم. حالا آقا من گفتم دیگه همچین چیزی رو تو پرهام گیم پلی میشه پرهام گیم پلی اون میتونیم بریم اون. بعد دیگه اونجا اگه یکم که نه زیاد بگردیم پیدا میکنیم. حالا الان اون یه رقه بهتون نشون میدم. یکم بری بیرون، میریم اینجا و تو اینجا این شکلیه بدوارزه. حالا اگه بیاد و اینجا هم ماد و این چیزاست دیگه، ولی این نمیتونیم مثلا برداریم مثلا خودمون. آره دیگه، کلا تلاش نکنیم و بای.